تقوم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم. أنفسكم إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله يا رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالم بالقاسم المصطفى محمد اللهم صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. اللهم نبر قلوبنا بالقرآن ووفقنا للعمل به. جلسه گذشته یک سوالی مطرح کرده بودیم در رابطه با تأسیس حکومت در عصر غیبت. یک دغدغه‌ای بعد از درس برای من به وجود اومد که آیا الان هم این تفکر وجود دارد یا وجود نداره. بذارید تحقیقاتی انجام دادیم، دیدم که امروز هم یک بحثی رو پیرامون همین مسئله با هم داشته باشیم، چون یه عده هنوز با این تفکر دارن زندگی میکنن که در عصر غیبت تأسیس حکومت اسلامی بر مبنای ولایت مطلقه فقیه جایز نیست. من امروز عنوان بحث رو این گذاشتم، حالا اگر شما هم به مزاجتون خوش اومد میتونید قبول کنید. حکومت اسلامی در عصر انتظار. بله، حکومت اسلامی در عصر انتظار. آیا در زمانی که ما منتظر ظهور حضرت حجت ارواحنا له الفدا هستیم و اینکه امر فرج کی تحقق پیدا میکند که در روایات داریم هیچ کس نمیتواند وقتی برای فرج معین بکند، آیا تأسیس حکومت اسلامی در عصر انتظار چگونه هست؟ آیا امر مطلوبیه یا امر نامطلوبیه؟ این از مباحث مهم و اساسی در دوره غیبته. بله، خدمتتون عرض کنم که بحث حکومت اسلامی و انتظار فرج، آیا بین این دوتا ارتباط هست یا ارتباط وجود نداره؟ درست شد؟
بیشتر فقهای شیعه تشکیل حکومت اسلامی رو در دوره غیبت نه تنها امر ممکن میدانند بلکه ضروری میدانند و بر این عقیده و باورند که فقهای عادل باید به این مهم اقدام کنند و اگر یکی از آنان تشکیل حکومت داد بر دیگران لازم است که از او پیروی کنند و کمک نمایند. این یک دیدگاهست. در تمامید پس یه دیدگاه اینه که بین انتظار فرج و تشکیل حکومت اسلامی یک رابطه تنگاتنگ وجود داره. مثلا تشکیل حکومت اسلامی رو زمین ساز امر فرج میکنه. باید تلاش بشه حکومت اسلامی تشکیل بشه و اگر فقیهی توانست حکومتی تشکیل بده بر دیگر فقها هست که از اون تبعیت کنن و در این کار او رو کمک بکنن. این یک دیدگاه. در مقابل دیدگاه دیگر بر این است که اقامه حکومت و تشکیل حکومت از شؤون امام معصوم علیه السلام است. بنابراین در عصر غیبت تشکیل حکومت جایز نیست. این تفکر در آغاز به صورت یک اختلاف نظر فقهی کلامی مطرح بود. بله، این دیدگاه در ابتدا به عنوان یک اختلاف نظر فقهی و کلامی مطرح بود، اما در این اواخر رنگ سیاسی هم به خود گرفت و بر اساس همین بینش بزرگانی مثل آخوند خراسانی، آیت الله مازندرانی و علامه نائینی را که جزء طرفداران مشروطه بودن را تخطئه کردند. ببین، مرحوم آخوند خراسانی از جمله کسانی بود که نظرش بر این بودی که حکومت تشکیل میده مشروط بر این که این حکومت باید رنگ اسلامی بگیره. مشروطه مشروعه، حکومت باید چی باشه؟ شرعی بوده باشه. مرحوم آقای نائینی دیگران اصلا قائل بودن، معروف شده بودن تو نجف مشروطه خواهان، که تمام قوانینی که در ایران یا جای دیگر تصویب میشه مشروط است که به تایید فقهای دین برسه. اما یه عده اومدن این بزرگان رو تخطئه کردن، این تفکر رو تخطئه کردن. دلیلش این بوده که اصلا این گونه کارها در عصر غیبت مشروع نیست. لذا اینا شدن مخالفان مشروطه. خب اینا ادامه بدید، چیز خوبیه. این تفکر دوم، تفکر که در عصر غیبت اصلا تشکیل حکومت اسلامی معنی ندارد و تشکیل حکومت اسلامی هم جایز نیست، این تفکر چون تضادی با
کام طاغوت و خودکامه نداشت، از سوی حاکمان طاغوتی حمایت و ترویج هم میشد و میشود. شد چه بهتر دیگه. یه عده از علما پیدا شدن، بله اینا دست غیبت مثلا حکومت اسلامی معنی نداره، موافقن بر عدم تشکیل حکومت اسلامی. اون حاکمان طاغوت که در رأس حکومتن، اونا که از خدا میخوان، بله میگن حوزه و حوزوی ها برن همون مسجد و مسجد داری بکنن، حکومت رو به دیگران بسپارن. دقت آمدید؟ پس این دو تفکر وجود داشت. سوال چی بود؟ آیا بین تشکیل حکومت اسلامی و انتظار فرج رابطه هست یا رابطه نیست؟ آیا در عصر غیبت تشکیل حکومت اسلامی جایز است یا جایز نیست؟ دو دسته شدن. یه عده موافقن، بله تلاش هم کردن و در این راه شهید هم شدن، مثل مرحوم شیخ فضل الله نوری رضوان الله تعالی علیه. یه دم نه، شاید امروزم همون تفکر وجود داشته باشه که ما در عصر غیبت وظیفه‌ای برای تشکیل حکومت نداریم. مثلا تشکیل حکومت رو در ضدیت مسئله انتظار فرج میدونن، دیگه با این با انتظار فرج سازگار نیست. موافقین تشکیل حکومت میگن نه، برعکس، تشکیل حکومت اسلامی زمین ساز ظهور حضرت حجت میشه. اینا مانع ظهور میدونن، گروه اول اینا رو مقدم ساز ظهور میدونن. خب این دو تفکر. حالا ما الان میخوام به عنوان گروه سوم یه قضاوت بکنیم که آیا حق با گروه اول یا حق با گروه دوم. دقت کردید؟ باید کسانی که قائلن به ولایت مطلقه فقیه در عصر غیبت ادله این آیات رو گوش بدن. یعنی کسانی که میگن تأسیس حکومت اسلامی در عصر غیبت جایز نیست، ببین ادلهشون چیه و پاسخ بدن. خب خدمت شما عرض کنم که اینها به یه دسته از روایات خدمت شما عرض کنم که توسط کردن. تفکر دوم در مجموع گروه دوم به سه دسته روایات استناد کردن. ما دیروز واسه یه دسته از روایاتی گفتیم، دقت کردیم؟ بعد دیشب دیگه رفتیم باز دنبال این مسئله، گفتیم بذاری مسئله انشاءالله به نحوه مستوعب خط بحث بشه. دیدم که نه، بحث‌های دیگری هم وجود داره. بله خدمت داشت کنیم که خیلی هم سرسخت شد. الان هم خدمتتون ارز کنم تو ایران باشن، در جاهای دیگر هم باشن و خیلی هم طرفدار هم دارن. دقت کردید در ایران ما کسانی که اصلا با نظام جمهوری اسلامی خدمت و علاقه من نیستن معمولا دوربر همین تفکر میچرخن. خب اولین دلیل، روایاتی که دلالت میکنن بر فراگیری ظلم و ستم و فساد
که این امور زمین ساز و نشانه ظهور است. بله؟ الان روایت میکنم، این متن رو یادداشت کنید. در روایات صادر از معصومین علیهم السلام آمده است که پیش از ظهور حضرت مهدی ارواحنا له الفدا ظلم و فساد جهان را فرا میگیرد، انحراف و کجروی به اوج خود میرسد و بسیاری از گناهان بزرگ رواج پیدا میکنند. در این چنین فضایی حضرت مهدی ارواحنا له الفدا ظهور پیدا میکنند. تشکیل حکومت اسلامی با این روایات منافات داره. بله؟ میگه آقا روایات مأثوره داریم از معصومین علیهم السلام که امام زمان کی ظهور میکند؟ فساد همه عالم رو بگیره. دقت کردید؟ ظلم همه جا رو میگیره. اون وقت است که امام زمان با شما یه قائل به ولایت مطلقه فقیه میخواد چیکار کنید؟ حکومت اسلامی میخواد چیکار کنید؟ میگه با ظلم میخوایم مبارزه کنید، با فساد میخوایم مبارزه بکنید. اصلا تشکیل حکومت اسلامی با این روایات سازگار نیست. ببین الان اگر همینطور عوامان آدم توضیح بده، درسته میگه شرط تحقق ظهور بله اینی که ظلم و فساد همه جا رو فرا میگیره. شما میخواید حکومت تشکیل بدید جلوی مسائل رو، شما اصلا مانع ظهور هستید، زمین ساز ظهور نیستید. پس ما که دست رو دست گذاشتیم بی تفاوت هستیم و مخالف تشکیل حکومت اسلام هستیم، داریم کمک میکنیم برای ظهور حضرت حجت سلام الله علیه. این روایت دقت کنید. علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه در کتاب بهار الانوار جلد 51 صفحه 71 المنتظر علیه السلام، المنتظر علیه السلام یملأ الله به، یملأ الله به الارض قسطا و عدلا کما ملئت جورا و ظلما. بله آقا منتظر کیه؟ امام زمان. بزرگوار چیکار میکنه؟ الذی یملأ به، یملأ الله به الارض قسطا و عدلا. خدا به برکت حضرت مهدی جهان رو پر میکنه از قسط و عدل. کما ملئت جورا و ظلما، همان گونه، یعنی کاف تشبیه، همان طوری که حضرت مهدی عدالت گستر همه جهان رو عدالت میگیره، این عدالت جهان گستر همانند ظلم و جوری که جهان گستر شده. یعنی زمانی است که جهان پر از ظلم و جور شده. حضرت میاد
خدا به برکت عزت جهان را پر است، خدمتتون عرض کنم که عدل میکنه. خب پس بنابراین استفاده از این روایت میخواد استفاده کنم. برخی از این گونه روایات چنین نتیجه گرفتن که وجود ستم و فساد و حکومت‌های خودکامه پیش از ظهور حضرت مهدی امر طبیعی است. و این گونه استدلال میکنن حکومت‌های خودکامه وجودشان مقدمه ظهور به فلک امام زمان است. مخالفت با مقدمه ظهور جایز نیست. پس بنابراین مخالفت با حکومت‌های خودکامه جایز نیست. درست شد؟ یا حکومت‌های خودکامه دارن چیکار میکنن؟ ظلم و فساد تو در جامعه بله توسعه میدن. پیغمبرم فرمود که امام زمان میاد جهان رو پر از عدل داد میکند کما ملئت ظلما و جور. پس اینا دارن کمک میکنن. شما که میخواد حکومت اسلامی تشکیل بدید دارید با مقدمه ظهور مخالفت میکنید، ایجاد مانع میکنید و مخالفت با مقدمه ظهور جایز نیست. پس مخالفت با حکومت‌های خودکامه هم جایز نمی باشد. بله صغرا کبرا بینن نتیجه. پس ما که مخالف با تشکیل حکومت اسلامی و مخالفت با نظریه ولایت مطلقه فقیه هستیم بر اساس این روایات می باشد. من یه نمونه روایات خوندم، روایات متعدد دیگری مرحوم خدمتتون عرض کنم که مجلسی در بهارالانوار و خدمتتون عرض کنم که مرحوم طبری هم در دلائل الامامه برخی از این روایات رو آورده است. خب ما هستیم و این دسته اول از روایات نقد و بررسی. حالا نسبت خدمتتون عرض کنم که به این چه جوابی باید بدید. کسانی که معتقد به این دسته از روایات ها هستند یا به پیامدهای زیانبار این نوع برداشت از روایات نیستند یا هستند خود را به عدم توجه میزنند. از ایشان روشه شد. خب میگه اگر ما این بله این روایت به همین ظاهرش بگیریم میگیم به تالی تلبه های بعد این برداشت هم توجه دارید یا ندارید. آثار زیانباری که این برداشت از روایت دارد را توجه داریم یا نداریم. میگیم یا توجه ندارن یا دارن و خودش رو به عدم توجه میرسن. چرا؟ زیرا بر اساس این تفکر امر به معروف و نهی از منکر که جزء دو فرع مسلم دین است نه تنها جایز نیست
که باید با کسانی که به این مسائل میپردازن مخالفت هم کرد. مثل تقیینا چیه؟ یعنی دیگه در امر به معروف و نهی از منکر با چی بشه؟ تقدیر بشه. درست شد؟ و اگه این باشه پس چرا گفتی فروع دین 10 تاست؟ خب میگه خواهی فروع دین به بعد خود زمان پیغمبر بود دیگه. میگه پیغمبر 10 سال بیشتر حکومت، امیر المومنین 5 سال دیگه، حضرت امام حسن کمتر از 10 ماه. خب شما میگه دو تا فروع دین قرار میدید کاربردش فقط نهایت خدمتتون 15 ساله. درست شد؟ پس الان 1000 خورده سال از اون زمان میگذره، شما قانونی آوردین که هیچ کاربردی نداره. خود چرا آوردین؟ درست شد؟ پس اگر میخواد این نوع برخورد داشته باشیم با این روایات، به این گونه برداشت داشته باشیم، در اولین مرحله با دو اصل، با دو فرع از فروعات دین خداحافظی کنیم. یعنی امر به معروف و نهی از منکر نه تنها جایز نیست، بلکه کسانی که دارن امر به معروف و نهی از منکر میکنن باید مخالفت هم بفرمایید، بکنید. خب اما به این گونه برداشت نادرستی هست. لازمه این تفکر تنها عدم مشروعیت حکومت اسلامی نیست، بلکه هر عمل مصلحانه نباید جایز باشه. شد؟ یعنی از امر به معروف و نهی از منکر در امور جزئی بگیر تا مبارزه با ستم. دقت کردید؟ با حالی که امر به معروف و نهی از منکر جزء ضروریات دین می باشه. این دلیل اول ما که این تفکر به این برداشت از روایات بفرمایید با روح دین سازگار نیست. پس هیچ کار مصلحانه انسان نباید انجام بده. درست شده؟ فقیر همیشه باید فقیر باشه، غنی همیشه باید غنی باشه، اونی که زورش میرسه باید زور بگه، اونی که زور نداره همیشه باید مظلوم باشه. آیا این تفکر مورد تایید عقل، مورد تایید روح دینه؟ نه. پس این نوع برداشت از روایات برداشت درستی نیست. ثانیاً این گونه برداشت با روایات دیگر که وظیفه منتظران را تلاش مصلحانه می‌داند سازگار نیست. عنوان نمونه حضرت رسول صلوات الله و سلامه علیه در رابطه با وظایف منتظران حضرت مهدی می‌فرماید طوبی لمن ادرک، حضرت اون لفظ قیام رو آورده،
لمن اطلق قائم اهل بیتی. آقای منظوری بعدی رو با جوهر خاص بنویسید. و هو کی؟ نه و هو یعنی الذی اطلق، منتظر مهدی. و هو مقتد بهی قبل قیامه. و هو مقتد بهی قبل قیامه یتولا ولیه و یتبرأ من عدوه. حدیث همینجور ادامه داره. حضرت آخر تا اولئک رفقایی، باز همینجور ادامه چند نقطه بسیار و اکرم امتی علی و اکرم امتی علی. ببین پیامبر اکرم چقدر داره تحسین میکنه. تو بال من، خوش به حال اون کسی که مهدی من رو درک بکنه. خب اون کدوم مسلمانی که پیغمبر میگه خوش به حالش که مهدی من رو، اون کسی که دست به دست بذاره با هیچ کاری انجام ندی. نه، این تو بال من ادرکه یعنی همون منتظر. کدوم منتظری است که پیغمبر میگه تو با لهو، خوشا به حال چنین منتظری. این جملات بعدی میاد ویژگی های اون منتظر رو مشخص میکنه. اول چیه؟ بله، اول این که پیش از قیام اون نیست پیرو به مهدی باشد. اراد کردید؟ اون که با دوستان مهدی دوست و با دشمنان مهدی دشمن باشد. که به این حدیث تولا و تبرام داره خودشو نشون میده. پس سکون و نه تنها با امر و معروف نهی از منکر ناسازگاره، طبق فرموده پیغمبر با تولا و تبرا هم سازگار نیست. پیغمبر میفرماد خوش به حال اون منتظری که با دوستان مهدی دوست و با دشمنان. اگر کسی میخواد دشمنی با دشمنان مهدی داشته باشه میتونه با حکم جو سکوت کنه. بله، و با رهبران و پیشوایان هدایتگر اهل بیت هم چی باشه؟ دوست باشه. خب بعد حضرت میگه اینا همنشینان و دوستان من هستن. گرامی ترین امت من در نزد من اینا هستن. یا منتظران متحرک، منتظران فعال، منتظرانی که با دوستان مهدی دوست و با دشمنان قدر مهدی که دشمنه. خب ما یه سوال میکنیم واقعا حضرت حجت با حاکمان جور و ظلم دوستی یا دشمنه؟ با حاکمان عادل کی؟ بعد ما بیان میگه آقا در عصر غیبت حکومت اسلامی تشکیل ندید، بذار حکومت جور باشه. در حتی آمدیم به برکت اینها چون مقدمه هستن برای ظهور، بله، مانع ترویج فسادشون هم نشیم. خدمتتون ارز کنم که این با این فرمایش پیغمبر سازگار بفرمایید نیست. پس بنابراین
بزرگترین مبارز علیه ظلم و جور که خود حضرت مهدیه. بله، وقتی ظهور بکنه یه عده رو از دم شمشیر میگذرونه. پس ما بگیم نه، ما در غیبت اهل مبارزه نباشیم، اهل تشکیل حکومت نباشیم. پس اینم ثانیه. ثالثاً لازمه این تفکر آن است که قیام و اقدام برخی از معصومین مانند امیرالمؤمنین برای تشکیل حکومت زیر سوال برود. زیرا طبق حدیث نبوی که اینا تمسک میکنن مقید به زمان خاص بفرمایید نیست. بنابراین این برداشت با سیره معصومین هم سازگار بفرمایید نمی باشد. امیرالمؤمنین با حکومت اموی در افتاده بله افتاده. بله اگه باشه او داشت ظلم میکرد دیگه. امام حسین چرا قیام کرده؟ هدف قیامش چی بوده؟ امر به معروف و نهی از منکر بود. پس این گونه برداشت خدمتتون از کنم که با روح دین و حقیقت دین خدمتتون از کنم که سازگار نیست. این روایت یادداشت بفرمایید قشنگ. رسول مکرم اسلام در روایتی می‌فرماید یخرج اناس من المشرق فیوطئون للمهدی سلطانه. یخرج اناس من المشرق فیوطئون للمهدی سلطانه. فرمود مردمی از مشرق زمین قیام میکنن زمینه حکومت مهدی من رو فراهم یوطئونه همون توطئه است، یعنی وقت میچینی دیگه. حضرت داره تایید میکنه. بله و جالب این است که اینم یادداشت کنید بد نیست. جناب حافظ ابو عبدالله گنجی شافعی محدث معروف اهل سنت در کتابی که درباره مناقب علی علیه السلام نوشته یک بابی داره تحت عنوان ذکر نصرت اهل المشرق للمهدی علیه السلام. ذکر نصرت اهل المشرق للمهدی علیه السلام. همین حدیثی که الان خوندم میاره. بعد میگه هذا حدیث حسن صحیح روت الثقات والاثبات. بله حدیثی که صحیح است سند می باشد. باز امام باقر سلام الله علیه می فرماد کأنی به قوم قد خرجوا بالمشرق یطلبون الحق فلا یعطونه ثم یطلبونه
فلا یعطونه. همینجور داره میگه میبینم مردمی از مشرق که در طلب حق قیام میکنن. مرحله اول مبارزه میکنن، به حقشون نمیرسن، باز عقب نشینی نمیکنن. مرحله دوم قیام میکنن، به حقشون نمیرسن، اما باز میگه خسته نمیشون. به اذا رأوا ذلک وضعوا سیوفهم علی عواتقهم. بله، چون چنین میبینن شمشیرهای خود رو بر شانه‌های خود میدارن، یعنی اسلحه رو زمین نمیدارن، اونقدر مبارزه میکنن فیعطون ما سعدوا. بله، خب این روایت داره الان مدح میکنه کسانی که اهل مشرقن، برای حق طلبی چه میکنن؟ قیام میکنن تا به حق خودشان برسن. نتیجه میخوام بگیریم. و روایات فراوان دیگری که داریم. این برداشته از روایات با این روایات کثیره که قیام قبل از ظهور رو مدح کردن سازگار بفرمایید نیست. درست شد؟ خب اینجا چه میگیم؟ تعارض به وجود میاد دیگه. اون روایتی که از پیغمبر خوندیم ظلم و جور فرا بگیره تو مهدی بیان، این روایت ما رو تشویق میکنن که قیام بکنیم. مرجحات دسته دوم را تایید میکنن. بله، کدوم رو با ترجیح داره؟ دسته دوم. هم با عقل میسازه، هم با قرآن میسازه، دقت کردید، و هم با روایات دیگه. پس از این روایات استفاده میکنید. پیش از قیام حضرت مهدی قیام هایی صورت میگیره، خطاب و مردم هم باید در این قیام ها شرکت بکنن. خب نتیجه میخوام بگیرید. نتیجه با توجه به این روایات کثیره، اون روایت منقول از پیغمبر معنایش این نیست که مسئولیت مبارزه با فساد و جانبداری از حق و عدالت و تشکیل حکومت اسلامی از منتظران حضرت مهدی برداشته شود. درک کردید؟ نه، اینا سعیشون رو میکنن، منتها جبهه باطل فعلا در ظاهر زورشون چیه؟ بیشتر. شما میبینید یک قانون واقعا به تعبیر امام شهید قانون جنگلی در شورای سازمان بین‌الملل هست به نام حق وتو. بله، یعنی همه کشورها به عقلای عالم تشخیص بدن که این کار درسته یا نادرسته، یه نفر میتونه بیاد این قانون رو اجرا کنه. خب این معناش این نیست که چون دیگران حق وتو داره ما حق اعتراض نداریم، ما نباید تلاش بکنیم. درست؟ پیغمبر داره فضای عصر ظهور رو ترسیم میکنه که زمانی ما به زمان ظهور میکند که جهان پر از ظلم و ستم میشه، اما نمیگوید مسلمان تو علیه ظلم مبارزه نکن، تو حتی شانه خالی کن از مسئولیت، تو دیگه امر به معروف نکن، تو نهی از منکر
نکن. باید کردید؟ پس اون برداشت غلطه. پس پیغمبر داره فضای اصل ظهور رو ترسیم میکنه که چنین میشود، اما نمیخواد بگه مسلمان تو هم کمک بکن که زود جهان پر از ظلم و فساد بشه. دقت کردید؟ پس منظور پیغمبر اسقاط تکلیف از مسلمان ها نیست. او داره فعالیت های جبهه باطل رو میگه اونها اونقدر در جبهه خودشون فعالیت میکنن ولی فساد فرهنگی، اقتصادی، سیاسی همه جهان رو میگیره. اما معناش این که ما دست و زخم داریم تحتی نداریم. بله آگین باشه چرا سید شهدا قیام کرده؟ چرا امیرالمومنین قیام کرده؟ چرا برخی از اهل بیت که معلومه نخوندم نوشته دارن صلح اومده به امام صادق میفهمید چه قیام نمی کنیم؟ حضرت فرمود که نداریم. چرا نداریم؟ ما خیلی داریم. حضرت اصلی صلحی رو گرفتی بیرون مدینه بود. این اصلی گله گوسفندی داشت می‌چرد. و صلح بشمار چند تا شمون دادی 17 تا گوسفند. حضرت فرمود مگه به اندازه اینها یا برداشتن قیام میکردن نیازی به نصیحت شما اون شرایط برای حضرت آماده نبود. ولی اگه شرایط آماده بود اینا حکومت تشکیل میدادن. خب اگر در یک اصلی خدا لطف کرد شرایط رو برای تاسیس حکومت اسلامی فراهم کرد، کدام عقل سلیم میگه نه با اینکه شرایط موجوده شما حکومت تشکیل ندید، بذار ظلم و فساد جهان رو بگیره تا امام زمان ظهور بکنه. این با سیره قطعیه ائمه معصومین سازگار نیست. با این روایاتی که قیامهایی که قبل از قیام حضرت مهدی رخ میده تایید میکنه و پیغمبر اینقدر داره از اینا ستایش میکنه سازگار نیست. پس این دسته اول که روایاتی که میگوید ظلم و جور باید جهان رو بگیره تا امام زمان ظهور بکنه، میگه ترسیم فضای اصل ظهور موجب اسقاط تکلیف نمیشود. این یه دسته روایت. دسته دوم یا دلیل دوم روایاتی که دلالت میکند هر پرچمی که قبل از ظهور حضرت بلند شود پرچم گمراهی است که در جلسه گذشته روایات را آوردیم و نقد آن را هم بیان کردیم. اما دسته سوم ان شاء الله برای جلسه آینده اگر خدا بخواد. پس کسانی که میگن ولایت مطلقه فقیه در عصر غیبت جایز نیست، یکی از ادله‌اش همین روایاته که گفته 3 دسته روایات میشه که 2 دسته رو ما امروز نقل کردیم، تحلیل کردیم، نقلش رو هم بیان کردیم. دسته سوم هم وجود داره که ان شاء الله اگر عمری باقی باشد جلسه آینده فردا روز عرفه است ان شاء الله با زمزمه عارفانه دعای عرفه امام حسین سلام الله علیه برای امت اسلام دعا بکنیم، برای فرج حضرت مهدی ارواحنا دعای فدا دعا کنیم. روز بعدش هم عید اضحی و قربان است. اون عید بزرگ رو هم محضر یکایک شما دوستان تبریک و تهنیت عرض می‌کنیم. هر دو مناسبت بزرگی است. همه همدیگر رو دعا بکنیم خیر امت اسلام رو در سرتاسر
جهان بخواهیم، بلکه خیر و سعادت بشریت را در این روز از خدای متعال بخواهیم. همه دعای عرفه در این دو فقره که امام حسین فرمود خدایا کسی که تو را دارد چه ندارد و اون کس که تو را ندارد چه دارد. خدا را شکرگزاریم که در صف مسلمان ها هستیم، موحدانیم. انشاءالله خدای متعال همه ما را عاقبت به خیر بفرماید. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب جا داشت که این بحث